وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان میگوید رفت آمد مهاجران تاجیک به خارج به مراتب کم شده است. سومنگل تقایزاده روز 21 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت در نیم سال گذشته از تاجیکستان تقریبا 309,000 به خارج سفر کردند که در مقایسه با 6 ماه سال 2015 تقریبا 28,000 نفر کمتر است. روسیه یکی از کشورهای اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و در آنجا تقریبا 1 میلیون نفر از مهاجران تاجیک کار و اقامت می کنند. مهینی دوران درباره این مسائل با طالب شریپوف معاون سردار خدمات مهاجرتی تاجیکستان صحبت کرد. در ظرف نیم سال گذشته چند شهروند تاجیکستان که در روسیه به سبب‌های ناچیز از کار بیکار گشتند دوباره حق بازگشت به آن کشور را پیدا کردند. من در 6 ماه سال 2016 زیاده از 210 نفر مهاجران ملیتی ما که در رویخط مامورشگان بودند از این رویخط خارج شدند. من همین 210 نفری که گفتید همین رو فقط به قید گرفتید یا اینکه بیشتر؟ نه، شماره مراجعات من فقط در 6 ماه سال 2016 با خدمات مهاجرت و زیرساخت‌ها قریب 65,000 شهروندان ما مراجعت کردند. این بسیار مراجعات اساساً با روی سنجش شناسنامه‌ها، یعنی واردشوی این شهروند ممکن است به فهرست رسید یا من است. می توانید بگویید که بازگشت مهاجران به تاجیکستان چقدر شده است؟ آیا افزایش یافته است یا کم شده است؟ 6 ماه سال 2016 390,000 زیاده از 390,000 شهروندان با مهاجرت ملیتی رفتند و از آن جمله 160,000 بازگشت به وطن. این افزایش می‌یابد برای چی؟ برای که باز یک بار تکرار میکنم که همین بحران اقتصادی، وضع مالیوی در فدراسیون روسیه، پس شدن قرب پول روسی و مستحکم نبودن قانونگذاری این دولت کنش این مانع میشد که برای که مهاجر ملیتی به این سفر به خارج کشور خودداری میکنه خودشون. وزارت مهنت برای جلوگیری از همین اینکه مهاجران به گروه‌های افراطی مثلا وارد نشوند چی کار رو پیش میگیرند؟ اینم باز یک بار تکرار میکنم، ما یکی از دستاوردهای خدمات مهاجرت این بردن کارهای اطلاعاتی فهماندهی در بین ساکنان کشور میباشد و باید قید نمود که در همه مناطق ما ساختارهای خدمات مهاجرت فعالیت دارند و آنها در همکاری با مقامات محلی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه گروه‌های کاری تأسیس می‌دهند که در این گروه‌های کاری کارمندان وزارت کارهای داخلی، کارمندان امنیت، کارمندان معارف، کارمندان تندرستی اوید به همه پهلوهای همون فعالیت کاری معرفی میکنند و از آن جمله پیشگیری همین شامل شوی جوانان با همون گروه‌های افراطگرایی نیز صحبت‌ها می‌گذارند.